ماه رمضان ماه قرآن است. پس ای برادر روزدار، ای خواهر روزدار، رمضان ماه قرآن کریم است که در آن مسلمانان زیاد با این سفره قرآن می نشینند و از این معنای پاک مبارک این قرآن پرفیض می گردند. قرآنی که باطل از پیش رویش و از پس او هم راه نمی یابد. چگونه که الله می فرماید استعیذ بالله شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. ماه رمضان همان ماه رمضان است که نزدیک آمده است که در این ماه مبارک قرآن نازل شد تا برای مردم یک هدایت باشد با دلیل‌های روشن هدایت که جدا کننده بین حق و باطل است. هدایت از برای مردم و بیان جدا کننده حق و باطل است. اگر در حدیث از ابن عمر رضی الله عنهما آمده باشد که معلمی مردمان نیک رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودند الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامه، بدرستی روزه و قرآن در روز قیامت برای بنده شفاعت میکنند. روزه و قرآن برای بنده در روز قیامت شفاعت میکند. روایت احمد و طبرانی و حاکم و بیهقی است. پس بر مسلمان لازم است که در روزهای این ماه و شبهایش بسیار قرآن کریم را تلاوت نماید و در آیه های آن تفکر و تأمل نماید و در معناهایش بیاندیشد، امر آن را اجرا نماید و نهی آن از منکده آن دوری بجوید و به نیکی آن عمل کند تا این قرآن کریم که پیامبر الله گفتند که در روز قیامت بنده اش را شفاعت میکند برای او یک حجت بگردد نزد پروردگار، در روز قیامت شفاعت کننده اش گردد. و یک نقطه های نازک در اینجا از سلف روایت شده است که آنها به کتاب الله متعال بسیار اهمیت میدادند. این کلام الله را بارها ختم میکردند در نماز و بیرون از نماز، در طول تمام سال آن را می‌خواندند و خصوصا در ماه رمضان آن را بیشتر تلاوت می‌کردند و در فهم و درک معانی آن می‌اندیشیدند. و این قرآن خوانی آنها تنها از روی حساب کتاب نبود برادران گرامی. و مثل بعضی از مردمی که امروز حساب کتاب میکنند، من چند ختم کردم گفته در طول یک ماه و یک سال از روی این نبود واسه حساب کتاب آنها، بلکه آنها از این خواندن کتاب کلام الله سبحانه و تعالی تأثیر میگرفتند. دلهایشان با واسطه تلاوت قرآن در حرکت می‌درآوردند و اشکهایشان از ترس الله سبحانه و تعالی جاری میشد. پس ای برادران ایمانی، ای خواهران گرامی قدر، پس چقدر عجیب است، چقدر عجیب است حال آن غافلان از تلاوت قرآن کریم، کسانی که کتاب الله سبحانه و تعالی را ترک میکنند و به جای کتاب الله به سوی هر چیز دیگری از کتابها، روزنامه‌ها، مجله‌ها، تماشای فیلم‌ها، دست به تلفن و تلویزیون و غیر از این چیزها مشغولیت‌های زمانوی را در خود کسب می‌نمایند، در حالی که در حیات خود از این کلام الله، نه در تلاوتش، نه در تفکر و تأمل و تدبرش هیچ بهره، هیچ نصیبی ندارند. و چقدر این دردآور است، چقدر این دردآور است که جوانان این امت در چنین مصیبت‌ها گرفتار شدند. مصیبت‌های بزرگ از پیگیری برنامه‌های تلویزیونی، از مسابقه‌ها، از دوره‌های ورزشی، از تماشای نمیدونم فیلم‌ها و دیگر چیزها، از همه این بهره‌مند هستند. از هر چیز خوشی‌های دنیایی بهره‌مند هستند بجز لذت تلاوت قرآن و تفکر و تدبر در آن و عمل کردن به آن. اینقدر بر آن چیزهای دنیوی محبت بستند که کتاب الله بزرگ و آیه‌های روشنش از اینها در غفلت ماندند. حتی کلام الله سبحانه و تعالی را خواندن نمیتوانند، حتی خواهشی آموزش کلام الله را ندارند. پس برای همین بر ما لازم است که همیشه به نشستن نزد سفره قرآن کریم وصیت کنیم، به تلاوت، تدبر و پیروی از آن پیش از همه پند بدهیم و به آن عمل کنیم و به آن عمل نماییم تا مثل سخنان الله سبحانه و تعالی در شأن آنان باشیم که البته الله می‌فرما آن را از جانب پروردگار بر حق بر تو ای پیامبر نازل کردیم
میگویند پس تو ای پیامبر از جمله آنها نباش که در این کتاب الله شبهه دارند و این کتاب الله پندی است برای صاحب خردان. پس فراموش نکنیم، باید بدونیم که این ماه را ماه قرآن نامیده‌اند. ماه قرآن نامیده‌اند تنها برای آنکه آغاز نزول قرآن در آن بوده است، نه تا اینکه این قرآن امت به سوی زیاد تلاوت آن، تدبر و تفکر و تعامل، اندیشیدن در آن و عمل کردن به آن که در این ماه مبارک بگردد این قرآن. از الله سبحانه و تعالی می‌خواهیم قرآن کریم را بهار دل‌های ما قرار بدهد و نور سینه‌های ما بگرداند و دور کننده غم‌های ما بگرداندش. پروردگار رو می‌خواهیم که این کلام را برای ما شاهد و حجت بر نفع ما بگرداند، نه بر ضد ما. و حمد و سپاس و ستایش مخصوص پروردگار جهانیان است.